اگه تو هم از درس خوندن بیزاری، این ویدیو مخصوص توه. این که نمیخوای درس بخونی یا کلا درس خوندن رو دوست نداری ممکنه چند تا دلیل داشته باشه. 1. درس خوندن رو برای خودت جذاب نمی‌کنی. 2. انگیزه نداری. و 3. تو چند تا از امتحانات خراب کردی و به این اعتقاد پیدا کردی که من نمیتونم، پس بیخیالش. پس من اومدم با چند تا راهکار که بتونی این باورا رو برطرف کنی و درس بخونی و شاگرد اول کلاستون بشی. قدم اول، درس خوندن رو برای خودت جذاب کن. از خودکارهای رنگ استفاده کن، از ویدیو استفاده کن و از فلش کارت و از هر تکنیک جذاب دیگه ای. 2. از تکنیک پودومورو استفاده کن. این تکنیک یعنی 25 دقیقه درس خوندن، 10 دقیقه استراحت. اینجوری مغز قانع میشه که خب اینجوری کم درس میخونیم دیگه، بنابراین من قانعم و مغزت قانع میشه که بشینه درسشو بخونه. و اینکه تو امتحانات خراب کرده این باور رو داری، باید بگم که این باورها کاملا اشتباهه. بنابراین باید اینجوری بگی که خب آره پس دفعه بعدی من بهتر تلاشمو میکنم. اینم یه روش دیگه. اگه دنبال مطالب بهتری برای درس خوندن هستی، چنلمو سابسکرایب کن که هر روز کلی ویدیو در مورد درس خوندن و ویلاگای باحال داریم.